26 آوریل 1986 ساعت 1:23 بامداد. آسمان اوکراین روشن شد. انفجاری که صدای اون در کیلومترها آن طرفتر شنیده شد. این انفجار قلب این راکتور هسته‌ای را شکافت. و دیگر جهان مثل قبل نشد. نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در شهر کوچک پریپیات، نماد پیشرفت اتحاد جماهیر شوروی بود. 4 راکتور عظیم برق میلیون‌ها خانه را تامین می‌کردند. اما آن شب مهندسان در حال اجرای یک آزمایش ایمنی بودند. آزمایشی که قرار بود بی خطر باشد. اما زنجیره‌ای از اشتباهات فنی و انسانی سرنوشت را تغییر داد. فشار در راکتور شماره 4 به سرعت بالا رفت. دمای هسته از کنترل خارج شد. دکمه اضطراری فشرده شد. اما به جای خاموشی، واکنش زنجیره‌ای سرعت گرفت. انفجار سقف چند هزار کیلو را پرتاب کرد و مواد گداخته هسته‌ای را به هوا پاشید. آتش‌سوزی و پخش مواد مرگبار در همان لحظه آغاز شد. آتش‌نشان‌ها بدون لباس محافظ به محل رسیدند. هیچ کس به آنها نگفته بود که با مرگ ناگهانی، یعنی مواد رادیواکتیو، روبرو هستند. در عرض چند ساعت، نشانه‌های مسمومیت شدید در بدنشان ظاهر شد. اما آنها تا آخرین لحظه جنگیدند تا آتش به دیگر راکتورها نرسد. صبح روز بعد، مردم پریپیات از پشت پنجرها دود سیاه نیروگاه را تماشا می‌کردند. کسی نمی‌دانست که هوایی که نفس می‌کشند آلوده به مرگ است. 36 ساعت بعد، دستور تخلیه صادر شد. اتوبوس‌ها آمدند. مردم خانه‌هایشان را ترک کردند. فکر می‌کردند بعد از چند روز برمیگردند. اما هیچ وقت برگشت نکردند. رادیواکتیو به سراسر اروپا رسید. هزاران مورد سرطان و بیماری سالها بعد ظاهر شد. امروز یک منطقه ممنوعه با شعاع 3 کیلومتر دور نیروگاه به شهری ارواح تبدیل شده. در آن شب نه فقط یک شهر، بلکه تاریخ بشر برای همیشه تغییر کرد.